اگه صبا سر ایران فروخته بود، اگه بندش نکردم بچه آدم نباشم. من دوستی ندارم. میشناسین که برادر سکه من نمیبینم. هیچ وقت شعار تجزیه و جدایی نداشتیم و نخواهیم داشت. ده خوست پیسه، ده قاچاق پیسه ندی، ده کار پیسه دی. هزار خم نکند مست می پرستان را چو ذره خاک وطن پرستان. خوست و پکتیال لوگر تا کابل تا رسیدن 300 کیلومتر لار لنده دا به حماقتی که دا ولایت که ترانزیتی ولایت بدل نیست. هر فقیر از این خاک، هر عالم از این خاک سهمدار از این خاک است. We've lived 5,000 years, we are going to be there for another 5,000. Don't misjudge us! تحول متداوم لفظ ما هر دوش در حکومت ملی با هم یک جای شده. افغانستان از غرق کردن نمیتونه که تمام حکومت های موازی در افغانستان ختم شود. متاسسه سوکال مخکش بنو که سبندیان بله بگرام خاصه اون بچتنو که چه مادا کارو که اوز و نور بندیان خاصه. اگر خدای ناکده از تعود خود عدول کنیم، زبان چون شمشیر حضرت سه وجود داره که ما را برای راست بیاره. من یک برادر متعصب دارم، برادرم نیست. در قاطعیت ما کس باید شک نداشته باشد. دلتا اجتماعی وجدان باید په یو غږ ووایي بسته نور نمنو. د ګدایي وخت تیر ده، د دې وخت راغلی چې د دې ملت عزت په دولت باندې وساتو. Who but a coward kills people in a volleyball field? Children! بیاین تفکیک سکتور خصوصی و دولتی را از هم جدا کنیم. بیاین اقتصاد افغانستان را با پای بگذاریم. ما تیم استیم که از مرگ ترس نداریم. افغانستان باید به قرن 13 بره. بچه خر افغانستان هیچ وقت به قرن 13 نبود.